آرش نفسهای کوتاه و تندش را کنترل کرد و کلید زنگ زده را در مشتش محکم گرفت. گوشه تاریک اتاق همچنان پر از سایه بود و هر لحظه حس می کرد کسی یا چیزی او را زیر نظر دارد. او قدم به سمت دری کوچک در گوشه اتاق برداشت. دری که به نظر می رسید به زیر زمین کلبه می رسد. وقتی کلید را داخل قفل گذاشت و چرخاند، در با صدای خشخش باز شد. پله ها به شدت تاریک بودند، اما صدای خشخش و وزش باد او را به جلو می کشید. هر قدم که پایین می رفت، قلبش تندتر می زد و نور چراغ قوه فقط چند متر جلوتر را روشن می کرد. در نهایت به یک اتاق زیرزمینی رسید. وسط اتاق جعبه‌ای چوبی قدیمی قرار داشت. روی جعبه نوشته شده بود فقط کسی که تا آخر راه ادامه دهد حقیقت را خواهد دید. آرش دستش را روی جعبه گذاشت و درست همان لحظه صدای آهسته و آرامی از گوشه اتاق شنید. حالا وقتش رسیده.